متاسفانه داریم چنین جوانمردان و بانوان زیادتر داریم. یک فرق میبریم و دوری از دیگر بش چشم پر نور از بصارت کردم، همدل دوستان دانا کن. من نومن 50 سال باز شاعری شیرین بیانی تاجیک، انسان شریف و بسیار خاکسار و ایجادکاری اصیل دیار سفر ایوبزاده محزون رو میدونم. شاهد کار و پیکار و ایجاد زندگی اویم. ما همراه سال 1973 به دانشکده داخل شدیم. یک جایه در روزنامه راه لنینی کار میکردیم و اکنون همراه در پایتخت کار و زندگی داریم. او در برابر شعر اصیل، در برابر سخندان بسیار خوب بودنش بسیار حاضر جواب و ظرافت گویند که از این پهلوی کار و پیکاری او کمی آدم ها باخبرند. هنوز سالهای شوروی وقتی که ما در نشریه ولایتی راه لنینی در کوروا همراه زندگی میکردیم و این کلیتی شهرتیار رو استاد روانشاد شاه مظفر یادگاهی راهبری میکردن. گاه مولدهای موافق در معرکه های در چاربینی های همراه اشتراک میکردیم و از صحبت شاعران بزرگ چون اشول سفر، حق نظر غایب، سید جان حکیم زاده، سفر ایوب زاده محزون، سفر محمد ایوبی، محمد غایب و دیگران برخوردار میگشتیم و خاطره های زیاد نیز داریم. بوره یک شاعری برای ما کارمندی نهادی قدرتی زمان شوروی پالکوونیک نعمتالله رحمتزاده ما رو به مهمانی دعوت کرد که بعدی به خانه او تشریف آوردن فهمیدیم که مولودش رو جشن میگرفته است و در آن معرکه قریب همه چهره های شناخته فرهنگی دیار، شاعر و نویسنده های شناخته امروزه و جوانان آن زمان اشتراک داشتند و معرکه رو استاد شاه مظفر یادگاری راهبری میکردند. وقتی که سخن نخستین رو به استاد ایوبی دادن، ایوبی تکلیف کرد که بیاید همراه یک جمله یا یک مصرع اگر امکان باشد در یک وزن در وصف نعمتالله رحمتزاده ابراز می‌داریم و بعد ادامه می‌دهیم محفلمون رو. و استاد یادگاری تکلیف کردن که از شما سر میکنیم و استاد ایوبی مصرع یکم شعر رو بداهتاً ایجاد کردن. گشتیم همه جوره رحمتزاده. در پهلوی او شاعر اون وقت جوان، امروز شاعر خلقی و شاعر بسیار مشهور دیگر محمد غایب نشسته بودند و اون کس دوام دادند: نوشیم بر روز شادی او باده. همین طریق همه بزرگان همان زمان که از اشول سفر سر کرده تا حق نظر غایب و سید جان حکیم زاده و استاد یادگاری اشتراک داشتن یک مصرعی گفتن و بعد قده ها رو برداشته اکنون چخونده می برداشتن که ایوب زاده که اومد بسیار یک جوانی نظرناگیری بسیار خوردی بسیار خراب و خزان بودن و در پونی در می نشستن، دستشون رو برداشته اجازتی سخن پرسیدن و استاد یادگاری که بسیار ظرافتی بلند بسیار یک مورد شناس بودند و به قدر آدم هم خوب میرسیدن، شوخی کنان ابراز داشتن که بیاید برادرها گوش کنیم که این کک چی میگوید. شما تصور کنید وزن شعر را. استاد ایوبی گفتن که گشتیم همه جوره را رحمتزاده، دوام دادن دیگری نوشیم بر روز شادی او باده. ایوب زاده در آخر نقطه گذاشتن که ما نیز روانیم زی پشت پاده.
و همه خندیدند. صاحب جشن به غضب آمد. مردمی کلوب آدمی خورد نسبتا بباک است، صغیره گفته صغیره این چی ادبی گفتار کردار است. به غضب میاد چون پالکونیک بود. این در زمان شوروی پالکونیک هم چه زبان پالکونیک نه هر کس تا به این رتبه رسیده میتوانست. و استاد یادگاری تبسم کردن گفتن که رحمت زاده همه چیز یک طرف گذاره، همین مصرع ایوب زاده نوشته رو در یگان جو قید کرد، همین مال تاریخ می شود. و تو حاضر همون به هم اومده یادآور میشن گشتیم همه جوره رحمت زاده، نوشیم به روز شادی او باده، ما نیز روانیم زی پشت پاده. امروز که بزم سور دارد راغون، بینگر که چه شوق شور دارد راغون. روشنگر راه بخت میلت باشد، پیغام سرور نور دارد راغون. ما ننگ و وقار و عار را کم نکنیم، بر ناکسی پست هیچ سرخم نکنیم. آرام نمی شویم یک دم راغون، مشهورت را اگر به عالم نکنیم. خوش با تو شود حیات راغون راغون، میلت رهد از ممات راغون راغون. آینده ما ز نور تو رخشان است، امیدگه نشاط راغون راغون. ای محضر نور و نار راغون راغون، ای عرصه ننگ و عار راغون راغون. ما را ز نیاز برق آزاد کنی، ای مایه افتخار راغون راغون. ای عرصه کارزار راغون راغون، ای ننگ نگهدار راغون راغون. خواهیم به تو برار راغون راغون، ما را ز کمی برار راغون راغون.